به نام خدا. تو این جلسه میخوام یک مثال عددی از بحث حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای سه فاز داشته باشیم. مثالمون به این شکل هستش که توی ترانسفورماتور سه فاز 500 MVA که برامون اینجا رسم کرده، نسبت تبدیلمون به صورت 34.5 کیلوولت تو سمت مثلث، این دیه یعنی مثلث، به 500 کیلوولت توی سمت ستاره، اینا هم واحدش کیلوولت. همچنین در واقع ترانسفورماتوری داریم با این نسبت تبدیل و ازمون خواسته این ترانسفورماتور رو به درستی به این رله دیفرانسیل درصدی که اینجا رسم کرده، سرهای سی های دو طرف این ترانسفورماتور رو وصل بکنید به این رله دیفرانسیل درصدی که در واقع حفاظت درستی صورت بگیره برای ترانسفورماتور. خب گفته جریان‌های عبوری از ثانویه ترانسفورماتور سه فاز توی شکل نشون داده شده. این جریان‌های عادی ترانسفورماتور هستش. جریان‌های عادی ترانسفورماتور اینجا توی شکل نشون داده شده که از هر فاز یه جریانی میگذره که در واقع اختلاف فاز 120 درجه‌ای هم دارن. اگر دقت بکنید این خواهد شد 577 با زاویه 0 اگر به صورت قطبی بنویسید، و این برای فاز ب اندازش اگر به دست بیارید همون 577 خواهد شد با زاویه منفی 120 درجه، و این هم خواهد شد 577 با زاویه مثبت 100. یعنی جریان هامون یه مجموعه جریان متقارن هستن و توی شرایط عادی ما از این ترانسفورماتور این جریان ها رو داریم میکشیم. خب گفته که نسبت تبدیل سی های ثانویه، یعنی اینو اگر بذاریم CTR2، اینو بذاریم CTR1، نسبت تبدیل سی های ثانویه و اولیه. الان CTR2 رو داده چقدر؟ گفته که برابر با 100/1 انتخاب شده. خب بعد گفته که نسبت تبدیل سی های اولیه رو محاسبه بکنید. پس یکی از موارد دیگه‌ای که خواسته از همون نسبت تبدیل سی های سمت اولیه، یعنی CTR1 رو می‌خوایم ببینیم که چقدر بایستی باشه. علاوه بر این که تو قسمت اول از همون خواسته که سرهای سی ها رو به درستی متصل کنیم به رله دیفرانسیل درصدی، اینجا هم از همون خواسته نسبت تبدیل سی ها رو به دست بریم. با توجه به اینکه نسبت تبدیل سی های موجودمون اینها هستن، یعنی سی هایی که در اختیار داریم فقط اینها هست، توی اینها بایستی انتخاب بکنیم. سی با نسبت تبدیل مناسب رو انتخاب بکنید و بعد اینکه سی رو انتخاب کردید، توی این شرایطی که جریان ها رو بهتون داده محاسبه بکنید که چه جریانی وارد این سیمبیچی های عمل کننده رله دیفرانسیل درصدی خواهد شد. خب یه مثال کامل هستش از مبحث حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای سه فاز که در واقع همه مفاهیمی که توی جلسات درس گفته شده اینجا به صورت عددی دوباره تمرین میشه. خب پس بریم سراغ حل مسئله. خب توی مرحله اول گفته که سی ها رو به درستی وصل بکنید به رله دیفرانسیل، سرهای سی ها رو بایستی وصل بکنید. خب همونطور که میدونید برای اینکه اختلاف فاز اولیه و ثانویه توی ثانویه سی ها رفع بشه، قرار شد که سی ها به شکل متمم بسته بشه. یعنی اینجا که دی یا مثلثه، سی های سمتی که مثلثه رو به شکل متمم میبستیم، یعنی به صورت ستاره میبستیم، و اینجا که ستاره هستش سی های سمت مربوطه رو به شکل مثلث میبندیم. خب برای این مبنا بیایم این کار رو انجام بدیم. خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم دقت داشته باشید، فقط وصل کردن
سیتی ها، سرهای سیتی ها به شکل مثلث و ستاره مهم نیست. مهم اینه که اون جریان های درست رو وصل بکنیم به سرهای رله دیفرانسیل درصدی. پس این رو حتما اینجا توجه داشته باشید که به چه صورت ما این کار رو انجام میدیم. خب برای این کار همیشه بایستی به صورت پارامتری جریان ها رو تو سمت اولیه و ثانویه نشون بدم و جریان هایی که به عنوان رفرنس در نظر میگیرم میام جریان های فاز های ترانسفورماتور سه فاز رو مشخص میکنم. توی سمت ثانویه با آی بزرگ، آی کوچیک، جریان فاز آ رو نشون میدم. جریان فاز ب رو با آی بزرگ بی کوچیک و جریان فاز سی رو با آی بزرگ سی کوچیک نشون میدم. خب توی ثانویه اتصال ستاره است. همین جریان ها میره وارد خط میشه که سیتی ها در واقع از این جریان های خط سیگنال میگیرن. یعنی اولیه این سیتی هایی که اینجا مشاهده میکنید همین جریان های فاز سمت ثانویه رو خواهند گرفت. خب جریان ها رو توی سمت اولیه هم من با آی بزرگ، آی بزرگ توی فاز آ، توی فاز ب آی بزرگ، بی بزرگ و توی فاز سی آی بزرگ، سی بزرگ نشون میدم که به شکل مثلث این سه تا سیمبیک فاز و هم وصل شدن. خب اما توی سمت اولیه چون به شکل مثلث وصل شدن ما بایستی ببینیم که جریان های خط اون بر اساس حال نحوه اتصال مثلث به چه شکل خواهد شد. خب برای این کار کافیه توی هر خط چیکار بکنیم؟ بیایم جهت جریان اگر به این سمت نظر بگیرم تو هر خط میام توی نقطه‌ای که اتصال من اتصال مثلث رو رؤوس مثلث رو دارم و به هم وصل کردم، از این نقاط من انشعاب گرفتم و در واقع همون جریان های خطم از این نقاط گرفته میشه. خب توی این نقاط میام KCL میزنم بعد جریان های خط رو حساب میکنم که خیلی راحت این کار انجام میشه. خب توی این نقطه اگر KCL بزنیم با توجه به جهت این جریان که اینجا انتخاب کردم جریان آی آ ازش خارج میشه، جریان آی ب دقت بکنید جریان آی ب به این نقطه وارد میشه. درسته؟ من جهت جریان آی ب رو به این شکل سمت راست انتخاب کردم، بنابراین این جریان اینجا میاد وارد این نقطه میشه و جریان آی آ از این نقطه خارج میشه. پس جریانی که وارد خط خواهد شد با KCL خیلی راحت میشه آی آ منهای آی تی بی. خب به طریق مشابه برای فازهای دیگه من اینجا دارم و این خط دیگه هم آی ب تو این نقطه آی ب خارج شده، آی سی دوباره باز از این قسمت از این لاین میاد وارد این نقطه میشه. پس جریانی که توی این خط خواهم داشت آی بی منهای آی سی بزرگ خواهد بود و بالاخره توی خط آخرم جریان آی سی از این نقطه هم خارج میشه. جریان آی آ دقت بکنید جریان آی آ به این نقطه وارد میشه، بنابراین جریان توی این لاین هم خواهد شد آی سی منهای آی آ. خب پس تکلیف جریان های ورودی و خروجی به ترانسفورماتور مشخص شد. حالا من سرهای سیتی ها رو بایستی طوری به این رله دیفرانسیل وصل بکنم که جریان های ورودی و خروجی از هر فاز این رله دیفرانسیل درصدی با هم برابر باشه، یعنی ترکیبشون و اندازهشون با هم یکی باشه. مثلا اگر اینجا آی آ منهای آی بی دارم این سمت هم آی آ منهای آی بی داشته باشم،
ضمن اینکه اندازه هاشون هم بایستی با هم یکی باشه. توی شرایط عادی دیگه ما داریم ریلی دیفرانسیل رو وقتی میخوایم سیمپیچی هاش رو وصل بکنیم، سیمپیچی سی تی ها رو وصل بکنیم به ریلی دیفرانسیل درصدی، توی شرایط عادی بهره برداری که ریلی نباید عمل بکنه، این اتصال رو بررسی میکنیم و انجام میدیم که توی این شرایط باعث جریان ورودی و خروجی به هر فاز این ریلی دیفرانسیل درصدی با هم یکی باشه و برابر باشه و هم لحاظ اندازه و هم فاز. خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم توی ثانویه که سرهای سیتی ها به شکل ستاره قراره وصل بشه، سیتی ها رو به شکل ستاره قراره وصل بکنیم. بنابراین همون ترکیب جریانی که توی اولیه سیتی ها داریم، یعنی همون جریان های خط توی اولیه، آی آ من های آی بی، آی بی من های آی سی و آی سی من های آی آ، توی ثانویه سیتی ها رو هم همونا رو خواهیم داشت با اندازه کوچکتر فقط. اما توی در واقع ثانویه ترانسفورماتور ما سیتی ها رو بایستی به شکل مثلث وصل بکنیم. بنابراین جریان های اولیه‌شون که آی آ، آی ب و آی سن باز توی مثلث ترکیب خواهند شد و توی خروجی این سیتی های ستا سیتی ثانویه که به شکل مثلث وصل شدن یه ترکیب جریان ها خواهیم داشت از این ستا جریان آی آ، آی ب و آی سن. خب به همین خاطر اول میایم ثانویه رو اتصال ها رو برقرار میکنیم و بعد میایم سراغ اولیه که بتونیم این در واقع ترکیب های درست رو ببینیم که به چه شکل خواهد بود. خب حالا من میام اتصال سرها رو توی ثانویه انجام میدم. خب برای این کار میام چی کار میکنم؟ در واقع برای اینکه اتصال مثلث رو من بخوام انجام بدم بایستی سرهای با پولاریته غیر هم نام رو با هم وصل کنم. هم میتونم به عنوان مثال توی سیتی اولم سر نقطه دار سمت راستشه، من میتونم این سر نقطه دار رو وصل بکنم به سر بدون نقطه سیتی دوم توی فاز بی و الاخر، و هم میتونم سر بدون نقطهش رو وصل کنم به در واقع سر نقطه دار سیتی فاز بی. هیچ تفاوتی نداره. خب برای این کار من که رنگ قلم را عوض بکنم. خب سر بی نقطه فاز بی رو به عنوان مثال وصل میکنم به سر بی نقطه فاز آ رو وصل میکنم به سر نقطه دار فاز بی. و همین ترتیب سر بدون نقطه فاز بی رو وصل میکنم به سر نقطه دار فاز سی. و همین ترتیب سر بدون نقطه فاز سی رو وصل میکنم به سر نقطه دار فاز آ. این شد اتصال مثلث توی سیتی های ثانویه. خب حالا از اینها من خروجی میگیرم. از نقطه اتصال یا رؤوس این مثلث من میتونم خروجی بگیرم. از این نقطه من میتونم خروجی بگیرم. خب حالا توی گام بعدی بایستی جریان این خروجی های سیتی ها رو که به شکل مثلث بسته شدن رو به دست بیارم، یعنی ببینم تو این فاز چه جریانی هست، تو این فاز چه جریانی هست، تو این فاز چه جریانی خواهد بود. گام بعد با توجه به اینکه جریان اولیه سیتی یک آی کوچیک هستش، جریان ثانویه‌اش خواهد شد آی کوچیک، یعنی جریان با توجه به نسبت تبدیل سیتی آر دو کوچیک‌تر شده، با آی کوچیک نشون میدم آی آ. جریان توی ثانویه سیتی فاز بی میشه آی کوچیک بی. همینطور جریان توی ثانویه سیتی فاز سی میشه آی کوچیک سی. خب با توجه به این جریان های انتخابی میتونم جریان ها توی در واقع توی خروجی اتصال سیتی ها به شکل مثلث
به دستش بیارم، به این شکل که تو هر محل اتصال من کافی KCL بزنم. اینجا آی آ توی این نقطه مربوط به CT آ، آی آ ازش خارج شده، آی سی بهش وارد شده. ببینید آی سی از اینجا میاد و وارد این نقطه میشه. خب پس من اگر جهت جریان رو به این سمت انتخاب بکنم، این جریان برابر خواهد شد با آی در واقع سی منهای آی آ. درسته، آی سی وارد شده، آی آ ازش خارج شده، پس تفاضل آی سی منهای آی آ وارد این خط میشه در این جهتی که در واقع اینجا رسم شده. خب توی اتصال دوم مثلث، آی آ به این نقطه وارد شده، آی بی ازش خارج شده، پس اینجا خواهیم داشت آی آ منهای آی بی. و تو اتصال سوم هم میبینیم که آی بی اینجا وارد شده، آی سی خارج شده، پس اینجا هم باز خواهیم داشت آی بی منهای آی سی. خیلی خوب، حالا پس ترکیب هایی که توی ثانویه داریم آی سی منهای آی آست، آی آی منهای آی بی و آی بی منهای آی سی. خب این ترکیب ها رو باید بدیم به هر کدوم از فازهای ریله دیفرانسیل درصدی. خب این کار رو من انجام میدم. توی سمت اولیه به عنوان مثال، حالا انتخابیه دیگه، من این سر رو وصل میکنم به این فاز، این سر رو وصل میکنم به این فاز ریله دیفرانسیل و این سر رو وصل میکنم به این فاز. شد. خب پس توی این فازم جریان هایی که به رله وارد میشه توی این فاز دقت داشته باشید. اینجا من آی بی منهای آی سی رو دارم که واردش میشه، اینجا من آی آ منهای آی بی رو دارم و اینجا هم من آی سی منهای آی آ رو دارم. خب حالا سرهای ثانویه یا سمت مقابل ریله دیفرانسیل درصدی رو من طوری باید وصل بکنم که جریان‌های مشابه با سمت مقابلش داشته باشه. یعنی این ور اگر آی سی منهای آی آست، این سمت هم آی سی منهای آی آ رو داشته باشم. خب حالا میان توی سمت اولیه ترانسفورماتور و سیتی ها رو طوری وصل میکنیم که این اتفاق بیفته. خب دقت بکنید، اول جریان های ثانویه سیتی ها رو من اینجا مشخص میکنم. اینجا من جریان آی کوچیک آی بزرگ منهای آی کوچیک بی بزرگ دارم. چرا؟ چون جریان اولیش آی آ آی بی بزرگه، با نسبت تبدیل سی آر یک میره توی ثانویه و فقط اندازش کوچیک‌تر میشه، فازش تغییر نمیکنه. یعنی ترکیب آی آی منهای آی بی هنوز توی ثانویه باقیه. اینجا هم به همین ترتیب ترکیب آی بی منهای آی سی رو دارم، آی بی منهای آی سی رو دارم و اینجا هم ترکیب آی سی منهای آی آ رو دارم. حالا بایستی این اتصال رو توی سیتی های ثانویه طوری انجام بدم که اولا جریان های مشابه بیاد توی هر کدوم از فازها با توجه به جریانی که وارد شده به ریله دیفرانسیل تو هر فاز. ثانیاً جهت ها هم درست باشه، یعنی این سمت چون جهت به سمت ورود به ریله دیفرانسیله، این سمت بایستی جهت به سمت خروج باشه، یعنی همین جریان خارج بشه ازش. خب با توجه به این اگر دقت داشته باشید، من اگر بیام این سمت رو به شکل
سر ثابت ستاره، یعنی سرهای نقطه‌دار رو اگر به هم وصل بکنم و از سرهای دیگه خروجی بگیرم، به این ترکیب مد نظر خواهم رسید. دقت بکنید با توجه جهت جریان آی منهای آی سی، اینجا من چیو دارم؟ آی سی منهای آی آ رو خواهم داشت. ببینید جهت جریان اگر دنبال بکنید دقیقا همون جهتی هستش که من سلکت کردم. خب به همین ترتیب برای فاز بعدی اینجا آی بی منهای آی سی دارم. آی بی منهای آی سی بایستی به این وصل بشه، درسته؟ اگر این کار بکنم اون وقت من جریانی که از اینجا عبور خواهد کرد در این جهت آی بی منهای آی سی خواهد بود. به همین ترتیب فاز دیگه ای که باقی میمونه من به اینجا وصل میکنم. جریان آی آ منهای آی بی ازش خارج خواهد شد. پس به این ترتیب من اتصالاتم رو کاملا درست انجام دادم. چرا؟ چون جریان های اولیه و ثانویه ترکیباشون اگر دقت بکنید، جریان های اولیه و ثانویه دقیقا یکی هستن. جریان این ور آی سی منهای آی آ داریم، این ور هم آی سی منهای آی آیی که خارج میشه. این هم دقت داشته باشید. خب به این ترتیب مرحله اول که اتصال سرهای سیتی ها به طور مناسب و وصل کردنشون به ریلی دیفرانسیل درصدی انجام شد. پس دقت بکنید که فقط در واقع اتصال متمم و اینها کفایت نمیکنه. حتما باید پارامتری جریان ها رو مشخص بکنید و ترکیب مناسب جریان ها رو به هر فاز ریلی دیفرانسیل بدید که این کار نیاز به دقت داره و در واقع رسم جریان ها روی شکل. خب حالا بریم سراغ قسمت دوم که گفته که نسبت تبدیل سیتی های ثانویه رو به دست بیارید. خب برای این کار توی درس داشتیم که نسبت تبدیل سیتی ها با توجه به نسبت تبدیل ترانسفورماتور قدرت انجام میشه. یعنی سیتی آر یک به سیتی آر دو یک تقسیم بر نسبت تبدیل تک فاز ترانسفورماتور قدرت هستش. خب نسبت تبدیل تک فاز ترانسفورماتور قدرت رو اول به دست میاریم. آی یک فاز برابر با که در واقع اینه آی یک فاز به یک. این نسبت تبدیل ترانسفورماتور اون به این شکل هستش، یعنی سمت اولیه به ثانویه است. خب نسبت تبدیل تک فاز با توجه به نوع اتصال سیمچای اولیه و ثانویه انتخاب میشه. یعنی ولتاژی که دو سر هر فاز سیمچه اولیه میفته با توجه به اینکه ولتاژ اولیه 34 و نیمه و اتصال مثلث هستش، ولتاژ خط و فاز اتصال مثلث با هم برابره. بنابراین توی اولیه توی هر فاز من همون 34 و نیم رو دارم. این ولتاژ هایی که اینجا داده شده ولتاژ های خطه، نسبت تبدیل ولتاژ های خط به خط. اما توی اولیه من اتصالم مثلثه، بنابراین ولتاژ فاز و خط با هم یکی. اما توی ثانویه ولتاژ خطم 500، ولتاژ فازم بنابراین خواهد شد 500 تقسیم بر رادیکال 3. پس این میشه نسبت تبدیل تک فاز ترانسفورماتور. خب حالا من سی تی آر 2 رو گفته نسبت تبدیلش 100 به 1 صورت مسئله داده. من میخوام سی تی آر 1 رو حساب بکنم. سی تی آر 1 طبق این رابطه میشه 1 تقسیم بر آ1 فاز ضرب در سی تی آر 2. درسته؟ خب 1 تقسیم بر آ1 فاز هم
طبق این رابطه میشه 500 تقسیم بر رادیکال 3 تقسیم بر 34 و نیم. عکس کردم آیه فاز رو. ضرب در CTR2 هم که 100/1. خب اینو اگر ساده بکنید خواهیم رسید به عدد 837/1. یعنی نسبت تبدیل CTR1 بایستی این مقدار باشه، 837/1. این ضرب رو انجام بدید به این نتیجه خواهید رسید. خب اما صورت سوال گفته که ببینید گفته که CT هایی که داریم اینها هستند: 1000/1، 1200/1، 1500/1، 1700/1. نزدیکترینش به این نسبت تبدیلی که ما توی تئوری به دست آوردیم همین 1000/1. پس CTR1 رو من مجبورم که 1000/1 انتخاب بکنم. اگر CT با نسبت تبدیل مثلا 800/1 داشتم خیلی دقیق تر میشد، یا 900/1 داشتم خیلی دقیق تر میشد. اما اینجاشون ندارم، من این نسبت تبدیل موجود که نزدیکترینه به این 837 رو انتخاب میکنم به عنوان CTR1. خب با این کار یه خطایی رو اعمال کردم به مجموعم، یعنی باعث میشم که با توجه به این نسبت تبدیلی که انتخاب میکنم جریان‌های ورودی و خروجی به هر فاز ریلی دیفرانسیلم با توجه به این نسبت تبدیل ها رو دقیق انتخاب نکردم یه اختلافی داشته باشن. یعنی پس توی حالت عادی شبکه که اینجا جریان ها رو داده، باز هم یه جریانی وارد سیمچه عمل کننده خواهد شد که من این رو بایستی بدونم، به دستش بیارم که بر مبنای اون ریلی دیفرانسیل رو تنظیم بکنم که به جای این جریان ها نباید عمل بکنه. این جریان ها ناشی از خطای انتخاب سیتیه. خب حالا بیایم سراغ مرحله بعدی که گفته که تحت این شرایط ببینید بعد اینکه در واقع نسبت تبدیل سیتی رو انتخاب کردیم، وقتی که این جریان ها توی ثانویه برقرار باشه گفته که حساب کنید که چه جریانی وارد سیمپیچ عمل کننده ریلی دیفرانسیل میشه. یعنی همین فلش هایی که اینجا با رنگ آبی مشخص کردم توی ریلی دیفرانسیل هم. خب اینا رو بایستی حساب کنید. با توجه به محاسباتی که تا الان انجام دادیم و به صورت پارامتری مشخص کردیم جریان های ورودی و خروجی هر فاز رو، این کار خیلی راحت میشه دیگه. کافیه من آی بی منهای آی سی رو به دست بیارم هم توی اولیه و هم توی ثانویه این ریلی دیفرانسیل درصدیم. به همین ترتیب توی فازهای دیگه جریان‌های ورودی و خروجی رو حساب بکنم، تفاضلش وارد این سیمچه‌های عمل کننده میشه که با فلش آبی نشون دادم. برای این کار اول با توجه به نسبت تبدیل سیتی ها بایستی داده هامون همین جریان های سمت ثانویه است. درسته؟ جریان های خط توی سمت ثانویه رو داریم. بنابراین من میتونم توی سمت ثانویه جریان های آی سی منهای آی آ رو، آی منهای آی بی رو و آی بی منهای آی سی که وابسته به این جریان های خط اولیه رو خیلی راحت حساب بکنم. خب جریان اولیه ببینید سیتی 1 رو در نظر بگیرید، جریان اولیه‌اش 577.35. خب جریان ثانویه‌اش که میشه آی کوچیک یعنی آی آ برابر میشه با نسبت تبدیل، با توجه به نسبت تبدیل CTR2 باعث این جریان رو حساب بکنیم. نسبت تبدیلش 100/1 انتخاب شده، یعنی جریان اولیه اگر 100 باشه جریان ثانویه میشه 1. حالا جریان اولیه 577.35 برای جریان ثانویه میشه تقسیم بر 100 میشه دیگه، میشه 577.35 تقسیم بر 100 100/1. این همون نسبت تبدیل CTR2 هستش. خب این اگر حساب کنید خیلی راحت
5/77 آمپر به دست میاد. به طریق مشابه آی بی به دست میاد. ببینید توی فاز بی من این جریان رو دارم توی خط. این جریان بخواد بره تو ثانویه سی تی، یعنی آی بی کوچیک به دست بیاد، تقسیم بر نسبت تبدیل سی تی میشه توی سمت ثانویه که 100. بنابراین میشه، من جواب آخرش رو می‌نویسم، میشه -2/8867 منهای جی 500 تقسیم بر 100 میشه 5 آمپر. به همین ترتیب آی سی هم به دست میاد -2/886 به علاوه جی 500 تقسیم بر 100 که میشه 5 آمپر. خب این پس جریان های میشه ثانویه سی تی های سمت 2. خب اما ما به شکل مثلث بستیم اینا رو، پس به این ترکیب ها نیاز داریم: آی سی منهای آی منهای آی بی و آی بی منهای آی سی که اینها وارد ریلی دیفرانسیل میشن. بنابراین این ترکیب ها رو من خیلی راحت میتونم به دست بیارم با داشتن هر کدوم از این جریان ها، آی بی و آی سی منهای آ، این آی سیه، اینم آی آ. تفاضلش رو حساب بکنم خواهد شد، من اینجا دیگه جواب آخرش رو نوشتم، قبلا این رو به دست آوردم، میشه -7/254 به علاوه جی 4/188. نه اشتباه نوشتم. خب آی سی منهای آی آ رو کافیه من جریان آی سی که اینجا دارم منهای آی آ که اینجا فقط عدد حقیقیه بکنم، میشه -2/88 منهای 5/77 میشه چقدر؟ -8/66. و این آی سی هم که خودش آی سی منهای آی آ، چون آی آ قسمت مهمی نداره. به همین ترتیب این آی سی منهای آی آست. آی آ منهای آی بی رو حساب میکنم که میشه، باز دوباره تفاضلش رو حساب بکنیم، خواهد شد 8/66 به علاوه جی 5 و در نهایت آی بی منهای آی سی، تفاضل این آی بی و آی سی رو حساب بکنیم میشه -جی 10 همه بس به آمپر. خب به این ترتیب تکلیف جریان های یک سمت ریلی دیفرانسیل مشخص شد. درست شد. ما جریان های سمت مقابلش هم اگر داشته باشیم، اینها رو از هم دیگه کسر بکنیم، جریان های ورودی به سیم-پیچ مقاوم ریلی دیفرانسیل به راحتی حساب میشه. خب پس من میرم تو مرحله بعدی جریان های خب پس من توی مرحله بعدی باید جریان ها رو تو سمت ثانویه حساب بکنم. خب خیلی راحت این کار انجام میشه با توجه به روابطی که نوشتیم. من اول بایستی جریان های فاز ها رو توی اولیه ترانسفورماتور حساب بکنم. ببینید جریان های ثانویه رو آی آ، آی بی و آی سی رو من توی ثانویه ترانسفورماتور دارم، همین جریان هایی که اینجا داریم. خب اینا با توجه به نسبت تبدیل ترانسفورماتور میرن توی اولیه، میشن آی آ، آی بی و این هم که آی سی. خب اول پس من بایستی این آی بزرگ، آی
بی بزرگ و آی سی بزرگ رو به دست بیارم. آی بزرگ برابر با آی آ ضرب در نسبت تبدیل ترانسفورماتور. درست شد؟ یعنی میشه نسبت تبدیل تک فاز ترانسفورماتور میشه 500 عکسش تقسیم بر رادیکال 3 تقسیم بر 34 و نیم. اینها رو دیگه تبدیل کردن جریان های اولیه و ثانویه رو همتون بلدید دیگه، چون از سمت فشار قوی داریم میریم سمت فشار ضعیف. جریان های اولیه بزرگترن دیگه، چون اولیه ولتاژش کوچکتره، پس جریان هاش بایستی بزرگتر باشه. بنابراین توی صورت حتما بایستی دقت بکنید که عدد بزرگتر قرار بگیره توی این نسبت تبدیل. خب این رو اگر حساب بکنید، آی آ رو که داریم 577، این ضرب بشه در این عبارت به دست خواهد اومد 4836. شما این ضرب رو انجام بدید به این عبارت، به این عدد خواهید رسید آمپر. آی بی هم به همین ترتیب به دست خواهد اومد، میشه جریان آی بی ضرب در این نسبت تبدیل. من دیگه جواب آخرش رو می‌نویسم، میشه منفی 2418 ممیز 2 منهای جی 4188 ممیز 6 به حسب آمپر. و آی سی هم به همین ترتیب به دست خواهد اومد، منفی 2418 ممیز 2 به علاوه جی 4188 و 6 آمپر. خب جریان های آی بزرگ، آی بی بزرگ و آی سی بزرگ رو داریم. جریان های خط رو به دست میاریم، آی بی و آی سی و آی منهای آی بی، آی بی منهای آی سی و آی سی منهای آی آ. خب با داشتن این جریان ها خیلی راحت جریان های خط به دست میاد. آی آ منهای آی بی به دست میاد، تفاضل آی آ منهای آی بی دیگه. خیلی راحت من میتونم این عدد رو منهای این عدد بکنم که این قسمت ریل ها با هم جمع میشه، خواهد شد 7254. حالا قسمت اشارش رو دیگه صرف نظر میکنیم برای راحتی کار. به علاوه جی 4188 به همین ترتیب آی بی منهای آی سی خواهد شد منفی جی 8376. آی سی منهای آی آ هم خواهد شد منفی 7254 به علاوه جی 4188. اینا هم همه آمپر. خب اینها جریان‌های اولیه سی تی های سمت اولیه است. درسته؟ جریان های اولیه سی تی هامون هستن توی سمت اولیه. خب این جریان ها با توجه به نسبت تبدیل سی تی آر یک که اینجا به دست آوردیم، این سی تی آر یک اینجا به دست آوردیم چقدر؟ 1000/1. بنابراین این جریان ها تقسیم میشن به این نسبت تبدیل سی تی آر یک و میرن توی ثانویه. این جریان ها ثانویه سی تی های سمت یک خواهد شد آی کوچیک آی بزرگ منهای آی کوچیک بی بزرگ برابر با همین جریان تقسیم بر نسبت تبدیل که 1000/1 بود خواهد شد. میشه چقدر؟ 7 تقسیم بر 1000 میشن 7
ممیز 254 به علاوه J 4 ممیز 188. آیه B منهای آیه C هم میشه منفی J 8 ممیز 376. آیه C منهای آیه A هم میشه منفی 7 ممیز 254 به علاوه J 4 ممیز 188. خب این جریان های ثانویه CT هامون هستند که در واقع میشه جریان های سمت دوم رله دیفرانسیل درصدی. پس من دو دسته جریان دارم. اینا جریان های ورودی رله دیفرانسیل، درسته؟ این دسته جریان هم جریان هایی که از رله دیفرانسیل خارج میشن، خروجی از رله دیفرانسیل. من تونستم جریان ها رو به صورت عددی به دست بیارم. خب اینا رو کافیه با هم مقایسه بکنید. جریان هایی که وارد سیمپیچر عمل کننده میشن، یعنی این سیمپیچر عمل کننده جریانش برابر با جریان ورودی منهای جریان خروجی خواهد بود. خب در نهایت میایم جریان هایی که وارد سیمپیچر عمل کننده رله دیفرانسیل درصدیمون میشن رو به دست میاریم که در واقع من اینو بخوام اینجا نشون بدم، این جریان هاست. اینو با آی دلتا 1 نشون میدم، اینو با آی دلتا 2 نشون میدم، اینو با آی دلتا 3 که از تفاضل جریان های ورودی و خروجی به هر سیمپیچ این رله دیفرانسیل خیلی راحت به دست میاد. مثلا آی دلتا 1 رو بخوایم حساب بکنیم، کافی آی بی منهای آی سی رو منهای آی بی منهای آی سی توی سمت مقابل رله بکنیم تو این فاز مربوطه. پس آی دلتای 1 خواهد شد آی بی منهای آی سی. اینجا اگر بخوام بنویسیم آی دلتای 1 برابر با آی بی منهای آی سی منهای آی بی بزرگ منهای آی سی بزرگ. خب آی بی منهای آی سی، آی بی منهای آی سی این عدده میشه منفی جی 10 منهای آی بی منهای آی سی تو سمت ثانویه هم این عدده که این جی هم داره دیگه، منفی جی 8 اضافه شده. خب این برابر میشه با، پس این تفاضل حساب بکنیم، منفی جی 10 منهای جی 8 37 میشه منفی جی 1 ممیز 624 آمپر. این جریانی که وارد سیمپیچر عمل کننده یکی از فازها میشه. خب توی فاز بعدی این جریان رو با آی دلتای 2 نشون دادیم که این از تفاضل آی منهای آی ب توی سمت اولش منهای آی آ منهای آی ب توی سمت ثانویه‌اش به دست میاد. آی آ منهای آی ب یعنی میشه این مقدار. پس آی دلتای 2 رو من میخوام اینجا بنویسم، میشه آی آ منهای آی ب منهای آی آ منهای آی ب برابر با این تفاضل و این عدد رو بایستی از آی آ منهای آی ب که این عدده کسر بکنیم، خواهد شد 1 ممیزه 41 به علاوه جی 812. اینو من قبلا حساب کردم، این مقدار خواهد شد. خب به همین ترتیب آی دلتای 3 هم میشه جریان اولیه‌اش که میشه آی سی منهای آی آ، یعنی این مقدار منهای آی سی منهای آی آ توی سمت مقابل. خب باز اینجا اگر بخوایم بنویسیمش آی دلتا 3 برابر با آی سی منهای آی آ
منهای آی سی منهای آی آ که این تفاضل هم حساب بکنید خواهد شد -1/41 به علاوه جی 812 آمپر. خب این پس میشه جریان هایی که وارد سیم-پیچ عمل کنندم توی این رله دیفرانسیل درصدی میشه. پس جواب این سوال به طور کامل اینجا داده شد و میبینید که یه خورده نیاز به دقت و توی انجام محاسبات داره و همینطور وصل کردن درست سرها توی رله. خب حالا در ادامه اگر بخوایم که تنظیم این رله رو هم بگیم، اگر خاطرتون باشه ما توی درسمون گفتیم که توی رله دیفرانسیل درصدی من یه دونه در واقع توی شرط پیکاپ ارتباط بین آی 1/آی2 یعنی جریان های ورودی و خروجی به سیم-پیچ هر سیم-پیچ رله دیفرانسیل هم هستش و میانگین جریان های ورودی و خروجی توی شرط پیکاپ. این روابط بین این دوتا رو به این شکل نوشتیم، یعنی محور عمودیمون اینجا آی1/آی2 همون جریان آی دلتایی که حساب کردیم، این همون آی دلتا هست و این سمت هم جمع جریان های ورودی و خروجی تقسیم بر 2 یا میانگین اون هاست که با آی سیگما معمولا نشونش میدن. خب و این کا میشه همون شیب رله دیفرانسیل درصدی. شیب یعنی در واقع این منحنی رله دیفرانسیل درصدیه، شیبش نسبت به محور افق هر مقدار شد به حسب درصد اصطلاحاً مربوط به درصد تنظیم اون رله دیفرانسیل درصدی. خب این رو اگر بخوام اینجا برای این مثال حساب بکنیم، کافیه من توی هر فاز، مثلا توی این فاز آی دلتا رو تقسیم بر آی سیگما بکنم، این میشه شیب رله دیفرانسیل درصدی که اینو ضرب در 100 بکنم پس به درصد به دست میاد. خب اینو اگر حساب بکنیم آی دلتا هم شده 1 اندازه‌ش رو اینجا میذاریم 624 تقسیم بر سیگمای ورودی و خروجی به سیم-پیچ اولیه رله دیفرانسیل، یعنی آی بی منهای آی سی رو با آی بی منهای آی سی باید جمع بکنم تقسیم بر 2، آی بی منهای آی سی یعنی این عدد رو با آی بی منهای آی سی این عدد جمع بکنم تقسیم بر 2 که -18.37 درسته تقسیم بر 2 که منفی جی که اندازش رو اگر اینجا بزنیم 18.37 تقسیم بر 2 خواهد شد که این اگر در واقع تقسیمش رو حساب بکنیم یه چیزی هلوش مثلا 9% اینها اگه اشتباه نکنم خواهد شد. یعنی من اون شیب رله دیفرانسیل درصدیم رو بایستی روی 9% بذارم که فقط خطای ناشی از انتخاب سیتی رو پوشش بده، یعنی شیب حداقل باید 9% باشه که توی شرایط عادی که این جریان ها از رله دیفرانسیل هم عبور میکنه رله پایدار باشه و عمل نکنه، چون دیدید که آی دلتا ها مقدار داشت درست شد. پس بعد به ازای این مقدارها رله عمل نکنه، پس تنظیمش رو بایستی یه مقدار بیشتر از مقدار صفر لحاظ بکنم که این درصده در واقع به نوعی بیانگر همون مقادیره، یعنی باعث میشه که اون قسمت های ناپایداری داخل ناحیه سد رله قرار بگیره. خب به این ترتیب در واقع این مثال رو میتونیم ما حل بکنیم که امیدوارم که واضح بیان شده باشه.